درود بر خداوند. یه بالاور تک‌ستونه یا تک‌ریل 10 متری رو بخوام معرفی کنم. مشخصات این بالاور 10 متر مفید بالا میره، 12 تا 10 متریشه و دو تا چرخ کارباری خودرویی براش استفاده شده، یه دونه چرخ کارباری جلو استفاده شده، 4 تا جک جانبی داره برای حفظ توازن بیشتر، اینا باز بیشتر باز میشن. عرض این بالاور بسیار استفاده شده و 110 سانتیمتر هستش، یعنی پشت تا پشت چرخ 110 سانتیمتر و از بالا و از این قسمت پایین جفتشون کنترل میشن، به صورت هیدرولیکی بالا میره. متریالی که استفاده شده ریلش آهنیه، زنجیر توپ برای حرکت ریل‌های بعدی استفاده شده، جک اینسولی برای ریل اول استفاده شده. این 300 کیلو ظرفیتشه، اما تا 160 تا 150 تا 160 کیلو هم ظرفیت و بار بیشتری میبره بالا. ظرفیت این دستگاه 130 کیلوه که حالا دو نفری که روش رفتن 75 و 65 کیلو که جمعاً میشه 140 کیلو. بزن بره بالا.